بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی حلمه بعد علمه والحمد لله علی عفوه بعد قدرته. خدایا سپاس تو رو که حلمت بر قدرتت غلبه داره. بنده های ضعیفی مثل من جرأت پیدا میکنن وقتی میبینن خدای کریمی مثل تو دارن. میان آسمان در جان و در دل به دنبال توییم ای ماه محفل. سلام 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 مردم، سلام به روی مثل ماهتون و توی این شبهای عزیز خوش اومدید به محفل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیین فتیان یا آیین فتوت و جوانمردی از دیرباز طرفداران فراوانی داشته، اما خیلی شیرین اونجا که این آیین رو به سرحلقش یعنی امیرالمؤمنین متصل کنیم. جوانمردان کسانی بودند که از خودشون میگذشتند، از آنچه که داشتند گذر میکردند برای اینکه دست دیگران رو بگیرند. راجع به آیین فتوت و جوانمردی کتاب‌ها نوشته شده، حرف‌ها زده شده، اما سلوک امیرالمؤمنین، مرام او، شیوه رفتار او شاید بالاترین نشانه برای جوانمردانی باشد که در طول تاریخ به او اقتدا کردند. مهمون من مردی از این تبار و از این خیله. پهلوان محمودی خیلی خوش اومدی. زنگ ندارم بالا سرم و الا زنگو برات میزدم، گرچه خودت ساب زنگی. بسم الله. به نام خدا. ایشالله که خدا برای هممون زنگ بزنه. انشالله انشالله. منم سلام میکنم به همه کسایی که اینجا هستن و کسایی که تصویر ما رو دارن میبینن. وفات مولا علی رو به همه ایرانیان، خارجیان و هری که سلوکش با مولا علی و با یتیم نوازی علی گره خورده به همه تسلیت میگم و ماه مبارکم به همه تبریک میگم. ایشالله که بتونیم مولاگونه رفتار کنیم ایشالله. و همدیگر رو آنچنان ببینیم. در خدمت تو هستم. قربونت برم، زنده باشی. پهلوان محمودی صاحب عناوین فراوانی در عرصه کشتی مدال آورده، چندین و چند مدال جهانی، ولی حرف من الان با مدالاش نیست. حرف من با گذر کردن از اون مدالا و رسیدن به این جایی که الان هست. او بارها و بارها این طرف و اون طرف به عنوان کسی که بچه های بی سرپرست رو داره سرپرستی میکنه شناخته شده. بذارین من از زبون خودش بشنوم. پهلوان یه خورده از خودت بگو. عرضم به حضورت که اولا مردم باید راجع به آدم بگن، ولی شما میگید چشم. خب من اصلیتم بچه شاب دلزیمم، ولی ریشه پدر مادریم لور بختیاری هستیم، علی گودرزیم. خب فرهنگ زندگی ما هم یه فرهنگ معمولی بوده. پدرم کارگر پمپ بنزین بوده، خدا رفتگانتون بیامرزه. خدا رحمتشون کنه. روشون شاد باشه. یادم میاد از 7-8 سالگی کار میکردم. توی خانواده بودیم که 5 نفر برادر بودیم با پدر مادرمون. خب از زندگی آنچنانی نداشتیم. پدرمون کارگر بود ولی خیلی با غیرت بود. نون حلال به ما داد و ما هم برای بود کمک درسمون باشه از 8 سالگی 9 سالگی ببخشید باقالی فروختیم، آلاسکا فروختیم، کشف فاکس زدیم، کار کردیم. آفرین. تا منت کسی رو نکشیم آفرین. و بتونیم خوب زندگی کنیم.
و الان که شدیم به قول شما محمد محمودی، حالا تو ورزش یا تو نوکری برای فرزندان خدا، گذشتمونه نباید یادمون بره که کی بودیم حالا کی شدیم. ولی من هنوز همون محمد محمودی چندین سال الله پیشم عليك. و نوکر مردم و فرزندان خدا هستم. زنده باشین، زنده باشین. آقای- فرزندان خدا از کجا میاد؟ شما خودت این اسم گذاشتی؟ بله، من عرضم به حضورت که در حدود 24-5 ساله که خدا رفتگانتون رو بیامرزه، پدرم با یه برادرم که الان خارج به سر میبرن با 10 تا این خیریه رو درست کردن. 10 تا از ایتام که مثلا کلمه‌شو دوست ندارم بگم، فرزندان خدا، خرج اونا کرد و اون خیریه با 10 تا شروع شد تو این چندین ساله که در حدود 5600-700 تا خانواده است ماشاءالله. الله. که بالای 22,000 تاست که تهران و بزرگ رو تشکیل میده. من نه، اولا مدیریتش با خداست و گرداندشم خود حضرت مهدیه. الله عليك. ما هم خدمت گذاریم، مردم خوب، رفیقای خوب، بچه محلهای خوب دست به دست هم دادن، عین بچه های خودمون. من همسرم هم همسر شهیده، 2 تا بچه همون شهید داره که اینم جزو اون بچه ها. وایستادیم داریم باشون صفا میکنیم، عین بچه های خودمونه. من داداشام خانوادم هم اونور خارجن، ولی به این بشق این بچه ها من نرفتم. امکان رفتنم داشتی؟ بله، هم آمریکا میتونم برم هم کانادا، همه خانوادم اونورن، ولی چون تعهدی با خدا کرده بودم وایستادم پایین بچه ها و در کنارشون نوکریشون میکنم. زنده باشی، زنده باشی. سلامتی پهلوان محمودی و همه پهلوانای مشتی این سرزمین یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آله. آقای بوذری، شهادت میدم که هر جا پای یتیم نوازی بوده، جلساتی من رفتم، پهلوان محمودی یه پای اون جلسات بوده. چی که شما هست درس بس میدیم. عرض به خدمتون مسئله یتیم و یتیم نوازی جزو چیزهای غیر لازم یا تعبیری آپشن رو آدم نیست که حالا من میتونم این کار بکنم میتونم نکنم. توصیه‌هایی که در همین نهج البلاغه داریم، هم به مسئولین هم به مردم. هم به مسئولین سفارش شده تو نامه به مالک و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقه، میگن یتیم رو و سال خورده رو خودت به عهده بگیر. یعنی وظیفه حاکمانه که این کار رو انجام بدن، ولی وظیفه مردم هم هست. در همین در حقیقت نفسهای آخر امیرالمومنین قبل از اینکه مولا سفارش به قرآن و نماز و اینها حتی کرده باشن، این سفارش هست که الله الله. آقا ما چجوری باید بفهمیم که نظر امیرالمومنین چیه؟ دیگه چجوری باید قسم بدن خدا تو رو خدا تو رو خدا؟ الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم. اینها دهناشون یه درمیون نشه، نه اینکه یه دم بدیم یه دم ندیم یه ما تعبیرشون، نه اینجوری نه. ولا یضیعوا بحضرتکم، در محضر شما ضایع نشوند اینا. ببینید یک مثال، آیا اگر کسی به بچه من بی احترامی کنه من به خودم نمیگیرم؟ من حتما به خودم میگیرم. اگر به بچه من احترام کنه من به خودم نمیگیرم؟ من به خودم میگیرم. بابا بچه های امیرالمؤمنین دارن تو این مملکت ضایع میشه، خیلی هاشون ضایع میشن. خب اینجا جایی است که باید به خود حضرت به خودش میگیره. ما برای همین داریم که در روایت داریم که ان الیتیم اذا بکا اهتز لبکائه عرش الرحمن. اگر یتیم گریه بکنه به واسطه یتیم بودنش لرزه بر اندام عرش الهی میفته. خب چجوری باید ما بفهمیم
یه کاری مد نظر خداست، خدا نظر داره تو این کار. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله. خود قرآن ببینید وقتی که میخواد این رو بگه که خیلی کار سخته، میگه نزدیکش نرید. وقتی میخواد بگه یه کاری نکنید، میگه نکنید. یه موقع کار که خیلی سخت باشه میگه نزدیک. وقتی میگه ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیک مال یتیم نه. به خاطر این مسئله یتیم مسئله بسیار بسیار حساسیه تو جامعه. نباید اینها در حقیقت ضایع بشن، خدای نکرده. حالا این تعبیر لطیف فرزند خدا یا فرزند امیرالمؤمنین، اینا فرزندان مولا هستن که اینا نباید ضایع بشن. لذا معذرت میخوام تو حرفت هم میتونم بیام. آره آجا. عرضم به حضورتون که دیگه ما از مولا علی بزرگتر که نداریم که. خیلی وصف و حال هم داشت، کننده در خیبر، ذوالفقارش، عدالتش، رفتارش با مردم. ولی فقط مولا علی رو به یتیم نوازی میشناسن. این همه خصلت داره. پس ببینید در پیش خدا چقدر عزیزه. و یه جمله ای هست میگه یتیم آمد که به انسان ها عزت بدهد. ما عزتی نداریم به یتیم بدیم. خود من ببخشید بیادبیه 4 تا المپیک رفتم، یه جهانی تو داشمشتیان بودم. البته من اینجا اعلام کنم من خودم نوکر همه ورزشکارام، انگوش کوچیکشون هم نمیشم. نوکر همه داشمشتیام، انگوش کوچیکشون هم نمیشم. ولی با این حال دیده نشدم تو جامعه. احسنت. اصلا ولی با این بیسوادی خودم یه شعر گفتم. خیلی ها من رو نمیدیدن. آقا من میشه 4 تا المپیک جهانی بری؟ سرمربی تیم ملی کشتی ناشنوایان بودم، تو داشمشتا بودم. خیلی ها من رو نمیدیدن. یه پرچم امام حسین داد این دستم، یه بچه 6 روزه گذاشت تو این دستم. خیلی ها من رو نمیدیدن. در کنار حسین علیه السلام و فرزندان خدا حالا که تماشایی شدم. حالا من دعوت میکنن تو این جمعیت، صدا میکنن پهلوون. دیده نشدم با المپیک. یه بچه 6 روزه منو تو جامعه که حاج آقا میگه هر جا گلریزون و یتیم نوازی من دیدمش. خب این لطف اون بچه هست. ما عزتی نداریم به یتیم بدیم. یتیم به ما عزت میده. یتیم ما رو بزرگ میکنه. تو جامعه اون ما رو نشون میده. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله الله. الیه یصعد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله. از آقای رسالت، من واقعا هر جا گلریزون بوده اصلا چه احترامی داره این پهلوون. عجیبه یعنی فرزندان خداست. واقعا هم همینه، احترام آجا ایتامه. گلریزون رو گفتی، من میخوام بگم که در مملکتی زندگی میکنیم که 85 میلیون جوانمرد و پهلوان داریم. به مولا ما زنامون هم پهلوانم. آفرین. آجا تو گلریزونی من بودم، یه خانومی بود رو سرش اینجا بود، یه خانوم هم بود محجبه بود. من دیدم که یه خدایا ما بخوایم برای خانواده زندانی‌ها یه پولی جمع کنیم چیکار کنیم؟ محفل یه جوری بود که هر کاری می‌خواستی بکنی انرژی نداشت. من اون 2 تا خانوم رو صدا کردم رو سن، گفتم بیاین اینجا، جفتتون اومدین با خدا اشوازی کنین. یه ذره حجابتون با هم فرق میکنه. یه پرچم یا اول فرض بود، من 2 سرش دادم دست این خانوما، خودم عقبش رو گرفتم.
گفتم حتی به عشق شما دو تا خانم که اینقدر معرفت دارید، اینقدر انسانیت دارید، دست یکی رو میخوایم بگیریم تو این گلیزون بریم جلو. اینقدر خدا لطف کرد، اینقدر اون گلیزون قشنگ بود که یه خانم جوان سینریزش و گوشواره و دستبندش رو آورد داد. 3 بار من اینو فروختمش، برگردونم به خودش، گفت اگه 10 بار دیگه هم اینو به من بدی باز میفروشمش به بچه‌های ایتام، همون فرزندان خدا و زندانیان. ببینید پس مملکت ما وجود خانوما و مردا واقعا محترمه و پهلوان واقعی اینا هستن. ماشاءالله. حالا پیشنهاد این است که بیان مردم ایرانی که این صحنه رو دارن میبینن بیان پهلوانی کنن، مثل پهلوانان امیرالمؤمنین که پدر ابوالایتام بود حضرت، بیان پهلوانی کنن و شرکت بکنن در این نکته که هر کدوم به تناسب وسع خودشون واقعا یتیمی رو تقبل بکنن و اینجوری خودشون رو عزیز کرده پیش خدا و رسول قرار بدن. آقا رسالت، من که یک مسلمان خارج از ایران هستم، ایرانی نیستم، عراقی هستم، عربی هستم، بنده و امثال بنده شاید خیلی زیاد هستن. ایران را 25 سال پیش تا الان انشاءالله ایران را با این شکل شناختیم و انشاءالله که با این شکل و حرفای پهلوانمون و حرفایی که استادمون آقای قاسمیان گفتن، ما با این شکل با ایران آشنا شدیم و ایران را دوست داشتیم و دوست خواهیم بود انشاءالله، با پهلوانی مردان و زنان ایرانی انشاءالله. البته من یه چیزم بگم، افسانه ها دروغه. آرش کمانگیر، رستم و سهراب دست نویسنده ها بوده، ولی ما الگوهای واقعیمون آقا تختی، بله، شهید طیب، حاج قاسم سلیمانی، 3 اسطوره است که واقعا من اینجا مسئولین رو میخوام دارم کمکاری میکنم. آقا تختی گلریزون رو برنامه ریزی کرد، به مردم یاد داد، معرفت و گذشت. و شهید طیب ندیده آقا روح‌الله رو خرید. آقا روح‌الله اومد تو ایران روز 3. شهید طیب یه لات بوده، اومد گفت دروغ، یه دروغ خواست بگه، نگفت، یه دروغ نگفت، گفت من برای خیلی ها چاقو کشیدم ولی برای دوری حضرت فاطمه نمی کشم. ندیده آقا روح‌الله رو خرید. حالا معرفت آقا روح‌الله همین امام خمینی روز 3 که اومد تو ایران، تو کتاب سید ابوالفضل کاظمی کوچه نقاشا، سید ابوالفضل که کوچه نقاشا رو داره، آفرین، آره. شهید شد. آره شهید. با معرفت خوب. آره. ببین گردان میثم دستش بود، هر چی بچه مشتی و لات بود توی گردان بود. شاید 95% هم شهید شدن. آقا روح‌الله اومد روز 3، نه مکه رفت، نه کربلا رفت، نه قم رفت، نه مشهد. گفت من یه رفیق دارم تو شابدلزمی تو باغشوتی خط، قبرش اونجاست، منو ببرید میخوام برم دیورم دیدنش. قبرش رو داشت تمیز میکرد، زیر لب میگفت که آی شهید طیب پیش خدا سند بذار که ما عین تو عاقبت بخیر شیم. یه اسطوره ببین به کی میگه. پس ببین ما میتونیم هر سازی کنیم، همین الانش هم. آفرین. یه هر آقای امام حسین درست کرد، دومیش هم آقا روح‌الله. چرا درست نمی کنیم؟ تو زندانای ما که من بهش میگم دانشگاه زیاده، بیاریم بیرون اینا رو، یه دست و سرشو بکشیم. من میخواستم بگم هر وقت من چنین شخصیت هایی رو میبینم، حالا توی دوران نوجوانیمون باشگاه باستانی میرفتم، یه بارم با پهلوان محمدرضا طالقانی همسفر شدم. پشت تک تک حرفاشون یه روایت حدیثه. مثلا میگه که من نباید از خودم تعریف کنم، دیگران باید تعریف کنن. این فرهنگ ما خودش به قول معروف
یه فرهنگی که قابل افتخاره و یه همون شعبه ای از اون فرهنگ جوانمردیه دیگه. بله همین میخوام بگم که چقدر آدم افسوس میخوره که الان دیگه کمتر میبینه همچین شخصیت‌هایی و همچین مدلی رو و همچین افرادی که برای ما واقعا الگو هستن. من آنجا کم آوردم انصافا. معذرت میخوام، پهلوونو خودش نمیتونه کسی بشه. شما قهرمان میتونی بشی، بدن سالمه، میری فن یاد میگیری، تو هر رشته قهرمان میشی، ولی پهلوان و خدا و مردم انتخابش میکنن. پهلوان بس بخوره زمین تا پهلوان بشه. پهلوان اصلا کسی رو نمیزنه زمین. پهلوان گریه مردم رو پاک میکنه. پهلوان دست مردم رو میگیره، مچ مردم رو نمیگیره. پهلوان رفیقش رو نمیفروشه. پهلوان مردم رو به یه میز نمیفروشه، به پول نمیفروشه. پهلوان معرفت داره. پهلوان عشق خالیه. پهلوان یعنی چی؟ یعنی آقا ابوالفضل، یعنی امام حسین، یعنی مولای علی، بهترین رفیق باز دنیا آقا ابوالفضله. همه میان. گفت عباس وقتی با خدا دست داد که هر دو دستش رو از دست داد، مانن بخرنش. گفت برادر منه ولی من باش رفیقم. پیشنهاد کردم بهش، دستش داد، چشش داد. اصلا آقا ابوالفضل به اون آدم بزرگی میگه میاد شرمنده بشه. شرمنده آب شد یعنی چی؟ میگه میشه یه پهلوان، یه جوانمرد خودش سیراب بشه و همه تشنه باشن؟ نه این حرفا نیست. ما امام حسین یعنی به خاطر یک کاسه آب شهید شد؟ نه، آبهای دنیا. امام حسین اگه میخواست دستش میزد تو زمین همه جای آب دنیا رو میگیره. امام حسین رو مظلومیت و شجاعتش امام حسین شد. آقا ابوالفضل رو شجاعت و ادبش. مولا علی رو یتیم نوازی شد. مولا علی وگرنه علی کسی اسطوره و اسمی نمیشه، خدا میخواد که میشه. یکی میشه تختی، یکی میشه طیب، یکی میشه حاج قاسم. همه الگوهاشون کیان؟ مولا علیه. الگوهاشون کیان؟ آقا ابوالفضل، امام حسین. این سه تا رو آقای تختی، شهید طیب و حاج قاسم و امام حسین دستشون رو گرفت. خود آقا تختی وقتی دلش میگرفت 2 روز میرفت کربلا. آقای طیب هیئت امام حسین دستش گرفت. اون کسی که جرئت نمیکرد تو خیابون با هیئت امام حسین اومد تو خیابون. حاج قاسم هم که دیدیم که کجا شهید شد. ایناست که ما درس یاد میده. اگر یاد نگیریم یعنی زندگیمون رو به فلاحت گذروندیم. اشکالی نداره، مشکلات زیاده ولی باید با مشکلات دست پنجه نرم. ماشاءالله بارك الله بارك الله بك. من لليتيم إذا بكى من يستجيب إذا شكى الله وصانا به فانظر وصية ربك أين الحنان يضمه لا بيت ثم يلمه تبكي العيون بحرقة دمع الخدود ينمه من لليتيم من لليتيم متشرد متلفت وأنينه لا يسكت متشرد متلفت وأنينه لا يسكت والجوع يفتك بطنه الجوع يفتك بطنه والفكر فيه مشتت من لليتيم من لليتيم آتوا اليتامى مالكم يصلح إلهي حالكم آتوا اليتامى مالكم يصلح إلهي حالكم ويزيدكم من فضلي أعطوا لمن أعطى لكم
أموالكم تتكاثر وذنوبكم تتناثر مرضاكم تشفى بها ومن المهيمن تؤجر من لليتيم من لليتيم من لليتيم إذا بكى من يستجيب إذا شكا الله وصانا به فانظر وصية ربك من لليتيم من لليتيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله 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 ما شاء الله. من تو قرآن خوندنتون عربی بلد نیستم ولی دیدم اسم یتیم رو زیاد میگیم. یه دونه این مشتی ها و زن شوهر داشتن، همین چه جمعیت شما بوده. اگه جایی داشتن رد میشدن میبینن چند تا بچه دارن فوتبال بازی میکنن. یکی از این بچه ها رو اسفالت پای برهنه، پاهاش هم خونی بوده، شلوارش هم پاره شده، بازم داشته بازی میکرده. این زن شوهر یه نگاه به هم میکنن، میگن آخه چرا اینجوریه؟ یکی از دوستاش صدا میکنن، میارن میگن که این چرا کفش پاش نیست؟ میگه آخه این چون پدر نداره. میخوام ببینم خانوم و آقایون، میگه هر کی پدر نداشته باشه باید کفش پاش نباشه؟ فردای اون روز باز این زن شوهر اونجا رد میشدن، باز همین صحنه رو میبینن، بچه ها رو صدا میکنن بیا. خانومه از زیر باش چادرش این کفش رو در میره، میده این بچه میپوشه، از حولش بچه رو خونا میپوشه. یه نگاه به این دوتا میکنه، میگه شما خدایین؟ اینا لبشون رو گاز میگیرن، به این بچه میگن یه حرفو نزن. میگه نه، شما دوست خدایین، چون من دیشب تو خواب به خدا گفتم من کفش ندارم. ببینید شما همه دوست خدایین که ما رمضون خودمون فقط نخوریم. روزه یعنی چی؟ یعنی گشنگی بکشیم، گشنگی مردم یادمون بیاد، وگرنه اینجوری نیست که کسی گشنگی بکشه. درس اینا ای کاش محمد محمودی یاد بگیره. گشنه ای دست گشنه رو بگیر، نه یکی اینقدر بخوره حتی چای شیر هم با قاشق چنگال میخورن، اینقدر دارن و پول بد تو زندگیشونه. ولی یه کسایی اصلا غذایی نیست که بخورن که بخوام با دست بخورنش. پس ما چی کاره ایم؟ پس مردم خوب ما که مدعی به مولا علیینی چی کار داریم میکنیم؟ تو رو خدا دست همدیگه رو بگیریم، فقط نه این مچمو بگیریم، بیایم دست فرزندان خدا رو بگیریم، بیایم کمک کنیم به هم دیگه. ما همه یکی هستیم. وقتی میگیم یا حسین، زیر پرچم امام حسین ما یکی هستیم. به عشق امام حسین کار انجام بدیم.
کیسه های نان و خرما خواب راحت میکنه. امشب اینجوری کیسه های نان و خرما خواب راحت میکنه. کیسه های نان و خرما خواب راحت میکنه. دست های پینه دارش استراحت میکنه. نخلا از غربت و بغض گلو راحت شده. مردم از دست عدالت های او راحت شده. کیسه های نان و خرما خواب راحت میکنه. در جمع ما آقای محمودی خادم آستان حضرت ابوالفضل العباس قاری و مؤذن حرم آقا ابوالفضل هم حضور دارند. آقای سید حسنین عزیز، شما که از آقا ابوالفضل گفتین، این جوان رعنا در اون عتبه مقدسه خدمت میکنه. گفتم که من این رو بگم اگر شما کاری دارین، یه نماینده داریم تو حرم آقا ابوالفضل. عرضم به حضورتون که من نمیدونستم که ایشون تشریف دارن اینجا و اگر میدونستم یکی از مداله که شمایل آقا تختی هم هست هدیه میکردم به کربلا، ولی این قول رو میدم که بدن بیارم با دست شما هدیه کنید به حرم آقا ابوالفضل. به به. خب اینم پس یه هدیه‌ای که شما میبرید برای عتبه عباسیه، یکی از مدال‌های پهلوان محمودی. از ما هدیه قبول میکنن؟ حتما. البته از من نیست، من میام خدمت. بفرمایید یه صلوات بفرستید. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله. وذلك هو الفوز العظيم. دامن کشان رفتیم، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، حرم رو به رو شد، حرم رو به رو شد. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم، علم دارم، علم دارم. آب به خیمه نرسید فدای سرت، فدای سرت. حسین قامتش خمید فدای سرت، فدای سرت. آب به خیمه نرسید
فدای سرت فدای سرت حسین قامتش خمید فدای سرت فدای سرت. اینم روزه برای پهلوان محمودی. دم شما گرم. احسنتم. این یه انگشتری هست که نگینش مال قبر حضرت ابوالفضل که بیشتر از 70 سال روی قبر شریف بوده این سر. دستتون میذارم اگه اجازه بدید. یا علی مدد. دم شما گرم. دستتون در نکن. موفق باشید انشالله. حالا که ایشون اومد یه داستانی رو من بگم، داستان نیست واقعیته. تو هیئت بودیم داشتیم سینه میزدیم. خب من تو هیئت هم کف جنب کنم، هم چایی میدم، هم پاویده میونداری میکنم، سیاهی میزنم. اون وسط من داشتم سینه میزدم، چند تا این جوونای بین 16 تا 20 سال دور من گرفته بودن. میخوام بگم آقا امام حسین عرقش هم کار انجام میده، عرق سینه زنشو. ما سینه زدیم، دیدم دیر وقت شد، این بچه ها سینه میزدن و گریه میکردن. اومدن منو بغل کردن، خودم گریم، گفتم شما چرا اینقدر ناله میکنید؟ گفت یه رفیقی داریم، ببخشید من به زندان میگم دانشگاه، صبح میخوان اعدامش کنن. گفتن برین پیش محمد محمودی، بره التماس کنه به این شاکی من، شاید رضایت بده. نشستیم و یه پیر دیلی که خدا بیامرزش، آقای کمره‌ای و آقای روغنی، واقعا بزرگتر خوبم خوبه، پیر غلام بودن، داشوشتی بودن، از لوتیای قدیم بودن. تا این جمع شد ساعت 2 شد، 2:30 شد، 5 صبح هم میخواستن قصاص کنن. من اومدم لباسم خیس عرق بود، دنبال قرآن میگشتم. این مشتیه من صدا کرد، خدا بیامرز، گفت چرا قد سلاسیمه ای؟ گفتم دنبال قرآن میگردم. گفت عیبی نداره، همین عرق تنت که این لباس خیسه، با همین برو. داشتم میرفتم، بچه های قرآن هم صدا گفت بیا قرآن، رفتم اونجا. اینقدر اون شب کار خوشگل شد، همراه با قرآن اصلا دهن این زن و شوهر قفل شد. صبح خواست اعدامش کنه، اینقدر آدم رفتن، اینقدر کار قشنگ شد. من بهشون گفتم که نماز صبح بخونید، اگر خدا و امام حسین بهتون راه داد این اعدام نکنید. من همینجوری اومدم خونه، پای تلفن نشستم، دیدم این پدر این بنده خدایی که فوت کرده بود زنگ زد به من، گفت بلند شو بیا. رفتم اونجا، گفت من اعدامش نمیکنم ولی یه چند وقت بذار زندان بمونه. گفتم چشم. طاقت نیورد خودش، فردا اومد تو هیئت، گفت اصلا چون با لباس امام حسین اومدی دیگه زندان نمیذارم باشه. حرمت امام حسین، پیرن مشکیش هم حرمت داره. اگر یه جا ما رو تحویل میگیرن، خانم و آقایون، مردمی که دارین منو میبینید، محمد محمودی رو کسی تحویل نمیگرفت، پیرن امام حسین تنها بود که ما رو تحویل گرفتن. خیلی جاها وقتی میخوای بری، ببخشید اداره جایی یا حراست راد نمیده، تنها جایی رو ما خوشگل را میدن و میخرن تو هیئت امام حسینه. گفت یادم نمیرود همه عزتم تویی پهلوون، من پای سفره تو شدم محترم. حسین لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. حسین این تابلو چیه پهلوون؟ عرضم به حضورتون که ما اون مداله که عکس آقای تختگر رو میدم خدمتتون که بدیم به این مشتی ببره اونجا. چشم. من خودم غیر لطفایی که خدا بهم کرده یه کاری کرده. من موقعی که مدرسه میرفتم نفر اول خطاطی تو ایران هم شدم. ماشاءالله. این خط منه.
ماشاءالله. انشاءالله. و فرزندان خدا دختر به سرش وقتی ازدواج میکنن، حالا غیر جازجون که خدا لطف میکنه، لباس عریسشون یه دونه این خطا من میدم که با این مولا علی برن تو خونه بخت. این کپی که نیست، اصله. اصل امضا داره زیرش. آره. نه خط تو میگم. خط اصله. خط هم یعنی اصل. آب بریزین جوهره. خب مور خیریه هم داره. این از طرف 22,000 فرزندان خدا من میخوام هدیهش کنم به برنامه محفل. دم شما گرم، دم شما گرم. شما نه شما نماینده محفل شما سلامت باشین. این به به کلام یا علی زیبا که برو برو ای ای گدای گدای مسکین مسکین در در خانه خانه علی علی زن. زن که که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. و نام مبارک امیرالمومنین به خط پهلوان محمودی در یادگاری های، در صندوق یادگاری های محفل ایشالله میمونه. خیلی ازتون ممنونم. قربون شما. زنده باشین. دم زنده شما باشین. گرم. زنده باشین. منم جا داره از همه مردم خوب ایران که خداوکیلی دلاورن، زن و مردشون، میگی گلیزون میان، میگی دفاع مقدس میان، میگی سیل اومده میان، کرونا میان. واقعا این مردم وقتی من میگم 85 میلیون جوانمرد و پهلوانن، بچه ها و زنشون هم پهلوانن. درود به شرف ایرانی، به افتخار ایرانی، به افتخار مردم خوب و زنان خوب ایران و به افتخار همه شهدا. آقا تختی، شهید طیب، حاج قاسم سلیمانی، یه صلوات برفرست که ایشون یادگاری صلوات رو ببره کربلا. حسن جان خیلی ممنونم. زنده باشی عزیزم. ممنونم از پهلوان محمودی عزیز. خدا بهت سلامتی بده. زنده باشی. دم شما گرم. یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد. برقرار باشین ان شاء الله. مرسی. اگر حضور پهلوان محمودی شاید این تلنگر رو برای ما داشته باشه که وقتشه، چون ماه رمضان بهار یه کاراییه. هی میگن آقا چرا تو ماه رمضان هی میگید مردم کمک کنین کمک کنین؟ برای اینکه لکل اسم دولت لابد الا من ظهورها. هر اسم یه دولتی داره، باید زمان ظهور این اسم فرا برسه. الان وقتشه. اگه کسی میخواد یتیمی رو سرپرستی بکنه، اگه کسی میخواد دستی رو بگیره، اگه کسی میخواد کمکی بکنه، الان وقتشه. چون خدا یکی رو 100 تا حساب میکنه، چندین برابر پاداش میده. چطور یه آیه قرآن خوندن تو ماه مبارک ثواب ختم قرآن داره؟ هر عمل خیری خواب ثواب خواب روزدار. پس بنابراین معلومه که دستگیری چندین برابر پاداش داره. ما از همین طریق، از این طریقی که رفقا دارن الان زیرنویس میکنن، یه امکانی رو آماده کردیم. از عزیزانمون کمیته امداد هم خواستیم که مدد برسونن برای سرپرستی ایتام. به قدر بضاعتمون، به قدر توانمون، از یه دونه تا هر چند تا فرزند که میتونین اختیار بکنین، دست بگیرید که خدا اونجایی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیمه، اونجایی که نه زنی، نه فرزندی، نه پدری، نه مادری، نه رفیقی به کارمون نمیاد، شب اول قبر امیرالمومنین انشالله به فریادمون برسه. خیلی مخلصیم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل